در رابطه با فرهنگ مذهب، خب ما مذهبمان مذهب جعفری است. ما شیعیان 12 امامی هستیم و به این مطلب هم افتخار میکنیم و افتخار کرده ایم و افتخارم خواهیم کرد. سر ما هم برود دست از این راه بر نمیداریم. و این راهی است که رسول الله مقابل ما گذاشت در حدیث معروف ثقلین و خلیفتین که در بعضی کتب شیعه و سنی نقل شده انی تارکم فیکم الثقلین، در بعضی از کتب نقل شده انی تارکم فیکم الخلیفتین. بعد از خودم این دوتا رو گذاشتم، از اینا پیروی کنید که ما همون کارو میکنیم. و در فرهنگ ما یک چیزای فضیلت دارد، در فرهنگ مذهبی ما یک چیزای بالاست، یک چیزای والاست. از جمله چیزهایی که در فرهنگ ما خیلی مهم است مسئله عزاداری برای ابو عبدالله الحسین علیه السلام. حالا اگر کسی مذهب ما رو قبول ندارد نداشته باشد، ما هیچ وقت نگفتیم از مردم که آقا بیاد طرف ما، آقا تو عمل نکن، ما از تو نخواستیم بیا سقاوخانه بزن، ما از تو نخواستیم سر خانه پرچم یا حسین بزن، ما از تو نخواستیم که پرچم یا ابوالفضل به دستت بگیر و راه بیفت. ما خودمون این کارا رو میکنیم، برای خودمون این کارا رو میکنیم. ما نگفتیم شما بیا عزاداری کن، نگفتیم شما بیا سینه بزن، نگفتیم شما بیا زنجیر بزن. ما این کارو میکنیم، شما هم کار به کار ما نداشته باش. همونجور که ما به فرهنگ دیگران، به فرهنگ مذهبی دیگران احترام میگذاریم، از دیگران هم تقاضا داریم که مذهب ما رو احترام بکنن، فرهنگ مذهبی ما رو احترام بکنن. ما مذهبمان پایه و اصل و اساسش همین عزاداری آقا ابو عبدالله الحسین بس نخواهیم داد. ولذا وقتی که دولت یا حکومت میخواهد ما رو محدود بکنه، این تنها کار من نیست که بیایم ایستاده بشوم، کار تو نیست، کار اون نیست، کار همه است. همه باید اینجا پشت به پشت هم بدهیم، بگیم آقا ما از این مملکت هستیم، از این حکومت هم تبعیت میکنیم تا وقتی که مخالف مذهب ما به ما چیزی نگه. اگر گفت پرچمو پایین کن، ما نباید پایین بکنیم. اگر گفت تابلو نزن، نباید گوش بدهیم. حالا آقا میزنن، بله شاید بزنن، این روزا چند نفر رو زدن. آقا مگر ما نگفتیم یا ابا عبدالله یا لیتنا کنا معک فنفوز فوزا عظیما؟ آقا امام حسین کاش با تو بودیم کربلا، به اون فوز عظیمی که تو رسیدیم ما هم میرسیدیم. کربلا با چی میزدن؟ با شمشیر. با چی میزدن؟ با تیر. با چی میزدن؟ با نیزه. حالا 2 تا شلاقم اینجا خوردی برای امام حسین، مگر نمیگی جانم فدای حسین؟ آقا طرف میگه دکان مرا بسته کرده، خب بسته کنه. مالت فدای حسین، جانت فدای حسین، نامت فدای حسین، زندگیت فدای حسین. شما برید نگاه کنید تمام خطبه های امام حسین علیه السلام را که در روز عاشورا در مسیر راه خوانده، در رسیدن به کربلا خوانده، در روز عاشورا خوانده، شما یک کلمه پیدا نمیکنید که امام حسین اونجا آمده باشه بحث شیعه و سنی را مطرح کرده باشه. همش سخن از اینه که مسلمان ها دست به دست هم بدهند. ما این مکتب رو ترویج میکنیم، از این مکتب حمایت میکنیم، چون مکتب برادری است. اگر ظالمان نمیتوانند بر مسلمان ها حکومت بکنن، به خاطر همین مکتبه. اگر فلسطین نزدیک 70 سال پیش، 70 سال در برابر اسرائیل ایستادگی میکنه، به خاطر همین مکتبه. آقا مکتب امام حسین خلاصش اینه: هر که دین دارد بیاید، هر که از دین میخواهد دفاع کند بیاید، هر که از حق میخواهد دفاع کند بیاید، هر که میخواهد با ظالم بجنگد بیاید، هر که میخواهد مظلوم را یاری کند بیاید، اما هر که میخواهد ظالم باشد برود کنار. این مکتب جای او نیست. این فرمان امام حسین. او کرد به نوع بشر این قاعده تعلیم: کان در ره آزادگی از جان نبود بیم، دیگر نه حراست ز ستمکار ستمکش، مظلوم به ظالم نکند کرنش و تعظیم.